یو گایش سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ولاگ دیگه از آشپزی های داخل پادگانمون. بچه امروز سید میگه من یه غذا بلدم هم برات درست کنم. مواد اولیه‌اش هم خریده، حالا تو راه داره میاد. بعد براتون ادامه کارو میگیرم، با ما همراه باشید. لیتس گو. آقا ما یکم دیر گرفتم ویدیو رو، حواسم نبود. سید اومد، چیزهایی که آورد سیب زمینی بود و سوسیس و فلفل دلمه‌ای و قارچ. پنیر پیتزا هم برداریم. خب اینا رو خورد کردیم، رفته حالا بیرون کلیداشو بگیره و بیاد از اسنپ و بریم اینا رو درست کنیم. چی کار میخواد کنه سید برام؟ خب آقا ما اومدیم آشپزخونه. سید گفت که برو این چیزا رو بشور، من عجله دارم، مثل که آجاق کارش داره. بریم غذا رو درست کنیم. گفتیم قارچونایی که اینجا هست دادم و بشور. حالا ما اینجا آوردیم بشورمش، بعد اینکه بیام ببینیم سید بخواد چیکار کنه. برو بریم تا سید بیاد. سید وارد میشه. چی اون؟ بذار روغنش داغ باشه، اول سیب زمینی ها بریز. آره اول سیب زمینی ها بریز، چون سیب زمینی دیر سرخ میشه. پس اول سیب زمینی بذاریم سرخ شو بیاد. آره من فاصله بذارم فریزر. یا خدا. ها نوشابه یادم رفت بالا بیارم، خودت میری میاری. اوکی نوشابه هم میبریم. چقدر روغن ریختی سید، یا خدا. بعد این روغن نیمه جامده، خدا خیر کنه. زیرشو طرز خفشتناکی روشن کردیم. بذاریم روغن جلز ولز کنه یکم. سیب زمینی هم باید بریزیم توش. این مش سیب زمینی داریم که از سرخ کنیم، بعدش احتمالا قارچ و سوسیس اینا میخواد بریزه. نمیدونم، خودش گفت من یه غذا رو قبلا درست کردم خوشمزه شده، ببینیم چی میخواد درست کنه. آقا برو بریم تا روغن داغ شه، برمیگردیم. سید چه آوردی برای ما؟ محصول شکر به نام چیز بالاست نوشابه. اوکی. روغن ها تازه گوشتیم داغ شه. خب جلز ولز داره میکنه. سیب زمینی اینجاست، اینا هم شستم سید. یا چی نه؟ سید اسم غذامون چیه؟ من در آوردیه؟ نه اونجوری نپاشون دیگه، یواش یواش بزن. اینم آخرش. ببین آقا سرخ شد حالت چیپسی بگیره یا فقط در حدی که نرم بشه کافیه؟ چیپسی تو اوکی. خب تا اینا سرخ میشن ما میریم میام. لیتس گو. ما اومدیم اینجا تو آشپزخونه حاجی یکم ادویه برداریم، ببینیم چی هست اینجا برداریم. این چیه؟ چی؟ ماست و خیار، دارچین خوبه. این این زرچوبه اوکی. این چیه؟ خور فلفل باشه. نه دارچینه، اینم دارچینه. چی دیگه؟ اون چیه؟ جوش شیرین؟ نه همینا کافیه، ولش کن، چیز زیادی دست نزنیم. بریم اینا رو برداریم. نوشابه هامون هم اینجاست، اونا هم بردارم بیام. یکی 2 تا
اینم سومی دیگه. بقیهش پنیر منیره. اینا رو ما گذاشتیم اینجا بچه ها خودمون نبرن دیگه. هیچ اینا رو ببریم و تماش تو جیبم بریم پایین. اینا رو برسونیم دست متین. ما داریم میریم به نوشابه ها. اومدیم پایین بریم اون سیزمینی رو بچه ها بگیر. آقا سیزمینی همون داره درست بشه. الان وقتشه. عجله ای داریم درست بکنیم. معمولیت خورده هدیه رو عجله ای اضافه میکنیم. چه غذای فوری داره میشه. تون داریم درست میکنیم. خدا کنیم برو در پنجره رو بکن بو بره. حالا می عجله نکن. بوصله باشی دیونه است این پسر. با گوشی گوشی نی دستش. یه داره با گوشی صحبت میکنه. این سربازی که دیدید تازه به ما اضافه شده. بعد قرار پیش ما بخوابه، یعنی جایگزین من باشه. یا آسایش کرده بده. اولیشه حتی این نپخته. ببینم پختنم چیزی چه رخ خوشگلی میگیره. من دوست دارم ببینم تهش چی میشه. سید الان من فکرم درگیر طرفا نکنه بیاد اینجا. نه بابا عشق نمی‌کنی اینجوری آشپزی کنی. واقعا آشپزی اینجوری حال میده. چرا من باید برم؟ من سرباز آشغال نیستم. درست من باید میرفتم. سرباز گروبند یه جوری میشه گفت رانندش من بودم. بعد افتاد گردن سید دیگه. سید جون عزیزم عشقم ببخشید، میدونم داری ویدیو رو میبینی. افتاد گردن شرمنده. چیکار کنم؟ گروبند رو که چش داره. حالا من میرم خب میرم آماده شم برم. قطع کنم. اوکیه. نه اینو چیکار کنم الان؟ قطع کنم. آقا سید ما رو تنها گذاشت. رفت که کارهای سرهنگ انجام بده. یه هوی چیزش گفتم که باید بیاد. آقا گفت اینا رو درست کن. گفت ادمیه ها ریختم، فقط بذار اینا خوب سرخ بشن. بعد انتقالشون بده به یه ظرفی. این سیب زمینی ها رو میچینیم ته مای تاوه. مواد میزیم روی سیب زمینی ها. پنیر پیتزا هم میزیم روش. شعله‌ش هم کم میکنیم تا چیز بشه، پنیر آب بشه. گفت غذا اینجوری آماده میشه دیگه. گفت غذای طعمش به پنیر پیتزا شد. حالا ما داریم درست میکنیم چی میشه. این نظر که خوشمزه به هر کی توش. ببین اصلا این ترکیب قارچ و فلفل لومی و سوسیس هر جوری درستش کنی خوشمزه است. خب آقا سوسیس همون تقریبا سرخ شد و اینا دیگه. ما باید اینا رو انتقال بدیم تو این ظرفه که اینا یکم روغنشون کم بشه. ما سیب زمینی ها رو بچینیم. سرهنگم تو راه متین گفت به تک زدم همه چیو جمع جور کن برو خونه. خونه که یعنی منظورم ماساژگاه سویدم. خب بریم ادامه ویدیو بگیرم دیگه. پنیر اینا رو بریزم بریم جمع کنیم. آقا اینم شد این نتیجه. سیب زمینی ها کف شیدیم. اینا فقط میمونه پنیر پیتزا. سرهنگ داره میاد. من دیگه بعد جمع جور کنم برم فعلا. اینم از پنیر پیتزامون دیگه. فقط میخواد در رو بذاریم و بریم ببینیم نتیجه چی میشه. یو سید چیکار کرده؟ درشته شد میبینی؟ چه بول شد. چای پیتزا شد. خب داغ نفر. چته درد داره. این چیو بگیر. خب
یواش بابا، بیا دستگیره. بده شیش لزه به چه کردی سید؟ نوشابه رو یعجینه هنه حتی این خط نیفتاد تا تو ایلاش کن های بر سیلاش کن یه درسته سه کن یه درسته وای نازم. خب دیگه دنبال چی میگردی؟ بگو بخور. چی دیگه رولش کن بخوری. رولش کن. نه دیگه رول تو بکن. این نمیشه پیتزای خود که. نه خب میخوای بذار لای نون بخوری. لای نون اوکی خوش. دوستان شما رو با این غذا تنها میذارم، دست سه جونم درد نکنه. اینم آخرین ویدیویی که قولشون داده بودیم شده دیگه، تا ماه دیگه ما ترخیصیم. سه جان به سربازای آینده یه نصیحتی میکنی؟ نه کمان نزن سر کار، کام پایت میره بالا. امیدوارم که از این آشپزی‌های در آسایشگاه و پادگان اینا خوشتون اومده باشه. اینا رو من بعد اینکه خودم ترخیص بشم، بعد اینکه سید جون ترخیص بشه رو من تو یوتیوب میذارم. ممکنه یه مدت طولانی طول بکشه ولی خب خاطر از سیناست. بچه‌ها کاری ندارید، قربان شما، کامنت ها فراموش نشه. بوس به کلاهاتون سید جون. خدا نگهدار.